سلام. من از 2023 این عادت رو با خودم شروع کردم که کتابایی که خوندم رو آخر اون سال توی اینستاگرامم به اشتراک میذاشتم. امسالم رفتم این کارو بکنم، با خودم گفتم خب چرا یه کوچولو در موردشون توضیح ندم. بعد گفتم اوکی یه ویدیو خیلی کوتاه میگیرم میذارم اینستاگرام. 6 دقیقه شد. بعد تو اینستاگرام 6 دقیقه خب خیلی زیاده. بعد با خودم گفتم خب میذارمش یوتیوب. بعد این طرفی گرفته بودمش و یوتیوب این طرفیه، بر همین الان دوباره دارم میگیرمش. من یه سری کتاب خوندم امسال، دوست داشتم که با هم یه کوچولو در موردشون گپ بزنیم. اول میخواستم بگم که امسال واسه اینکه خب من امتحان جامعه دکترا داشتم، تئاتر رو برای اولین بار تمرین کردم، خوندن رو یاد گرفتم، یه کوچولو رو کورای مختلف رفتم، پیانو یاد گرفتم. یه مقداری به خودم این اجازه رو دادم که از دنیای کتابا که تو 2 سال گذشته خیلی توشون غرق بودم برم به دنیای تجربه کردم و فهمیدم که سر تئاتر اتفاقا یه ویدیو کوتاهی واسه تئاتر هم درست کرده بودم که در مورد این صحبت کردم. آدم فکر میکنه میدونه چیا دوست داره و چیا دوست نداره. اینطوری نبودم که روی صحنه تئاتر رفتن جزء چیزایی باشه که دوست ندارم، ولی فکر نمیکردم جزء چیزایی باشه که انقدر به روح و جون من بچسبه. دیدین یه وقتایی آدم‌ها یه احساسی میگیرن که بهش میگن فلو استیت، که شما یادتون میره که کجایی دارین چی کار میکنین و چه برهه‌ای از زمان و مکان توشی هستین و داره چه اتفاقی میفته. من تو ریهرسالامون مثلا یه جاهایی بود که واقعا یادم میرفت که من دانا نیستم. اسم اون کاراکتری که بازی میکردم دانا نیستم، دانا بودش. مثلا ساعت 11:30-12 شب من که 10 میخوابم، یهو بعد ریهرسال اینطوری بودم که اوکی الان ساعت 11 و تموم شده و وای من فردا کیانا این کارو داره و اصلا هم توی مثلا 6 ساعت گذشته به ذهنم هم خطور نکرده بوده، چون توی 6 ساعت من هنوز اون نقش بودم. خلاصه خیلی تجربه جالب و قشنگی بودش. به نظرم اگه کارهای هست تو ذهنتون که حس میکنین تا یه حدی براتون جذابیت داره، برین انجامش بدین چون خیلی جالبه. اوکی، این از این. من یه لیست از کتابایی هستش که خوندم، میخواستم خیلی سریع بعضیاشو عبور کنم، بعضیا رو بیشتر در موردش توضیح بدم. اولی کتاب ملت عشق هستش. من این کتاب رو خیلی سال خب همه دارن میخونن و خیلی تعریف میکنن و بعضی هم اینطوریان که نه خب خیلی کتاب زردیه و من جز اون آدم ها بودم که نخونده. آره کتاب خیلی زردیه فلانه چنانه. حس میکنم حتی اگه کتاب زردیه و یه نفر داره کتاب میخونه، بیایم بذاریم کتاب بخونه، بذاریم که این اتفاق بیفته و لزومی نداره که ما همیشه این احساس رو منتقل کنیم که من بیشتر از تو میدونم. من نه بابا، خب بذار همه کتاب بخونن. اینو دارم به کیانای شاید چند سال پیش میگم. و دو اینکه کتابا رو قبل خوندنشون قضاوت نکنیم. حالا کتاب فاخرترین کتاب ادبی تاریخ بشریت نیست، اما به نظر من کتاب قشنگی بودش، کتاب جالب، سرگرم کننده و یه سری وقتاش تلاشش بر این هستش که یک سری مفاهیم واقعا والایی رو در موردش صحبت کنم. من دوست داشتم، بعدم نمیدونم. من ادبیات روسیه رو نمیدونم در این بره از فضا و زمان نمیدونم چرا باش نمیتونم ارتباط بگیرم و شاهکارهای ادبیات هستن، یعنی صرفا منم که شاید نتونستم باهاشون ارتباط بگیرم. امسال جنگ و صلح و جنایت و مکافات و شب‌های روشن از ادبیات روسیه رو خوندم که من شب‌های روشن تنها شاید تا الان چیزی بوده از ادبیات روسیه که من واقعا دوست داشتم. علاوه بر اون من یه خورده از ادبیات آسیای شرق دور هر از گاهی میخونم. اون ادبیات هم یک دنیای خیلی جالب و عجیب و سحرآمیزی داره که کتابخونه موریاساکی هم یه کتاب جالبی بود که من دوست داشتم از ادبیات ژاپن. خیلی توصیه میکنم بخونینش، خیلی جالب و اون اینتراکشن بین آدما خیلی عجیبه، یعنی خیلی متفاوته و جالبه. دوست داشتین بخونین و بهم بگین چه احساسی داشتین. یه سری کتابای
سلف دیولپمنت و توسعه فردی کتابایی هستش که تو این لیسته هست من خوندم. مثلا اسکول آف لایف، کتاب چگونه از تنهایی لذت ببریم. کلا اسکول آف لایف یه مدرسه زندگی، خیلی خیلی اسکول واقعا جالبیه و شما تو یوتیوب و اینستاگرام هم میتونید دنبالشون کنین و اصلا بی‌نظیرن و فوق‌العاده‌ان. این کتاب How to be alone یا چطور از تنهایی لذت ببریم کتاب جالبی بود، ولی من حس میکنم که اسکول آف لایف خیلی کانتنتش و مفاهیمی که در مورد صحبت میکنه خیلی باحال‌تر از اینه. اینم جالب بود، به نظر من کلی فکت های جالب راجع به تنهایی بود که من به شخصه نمیدونستم و به نظرم جالب بودش. یه کتابی که من امسال خوندم و خیلی 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 دوست داشتم کتاب تله شادمانی از راس هریس بودش. من این کتابو خیلی 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 دوست داشتم. حس میکنم یه سری کتابا و من یاد دادن که چطوری زندگی کنم. مثلا این کتاب که امسال نخوندمش، سال قبل تر خوندمش، به اسمش خیلی داجی هستش، یعنی کم کرینجه، ولی واقعا یعنی اولین کتاب مثلا سلف هلپ بوک سرچ کنین شاید مثلا اولین کتابی که میاد اینه. تقریبا فکر کنم بالای 30 میلیون کپی ازش به فروش رفته و حتی تو بزنس اسکولا یا جاهای تدریس میکنن اینو. Like it's crazy. واقعا اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ایه. به شما یاد میده چطوری مثلا نقد کننده خوبی باشی، چطوری، چون هیچکی دوست نداره نقد بشه و به ما هیچ وقت یاد ندادن که آقا ما چطوری میتونیم درست و سالم نقد کنیم، چطوری میتونیم واقعا یه شنونده خوبی باشیم، چطوری میتونیم یک حرف درست بشه، چطوری میتونیم آرگومنت بکنیم، چطوری میتونیم با حتی دشمنامون درست یه گفتگوی درست داشته باشیم. حس میکنم اینا جز چیزایی بود که شاید تو مدرسه بعد بهمون یاد میدادن، اما شاید هیچ جای دنیا واقعا تو اسکوپ درس مدرسه نیست و به نظرم واجبه که ما یاد بگیریم که چطوری توی جامعه بتونیم به صورت مؤثر و درست با هم صحبت کنیم. حتی درونگراتر آدما هم که مثلا شاید دوست نداشته باشن و بقیه در ارتباط باشن، به اندازه مثلا یادم برونگرا و ترجیحشون به تنهایی باشه، به نظرم تا یه جایی شما نیاز به نتورکینگ دارین، نیاز به صحبت با بقیه دارین و اون یک دانش و آگاهی میخوادش. شاید خوبه که آدما خودشون رو به اون ابزار مجهز کنن. این از این. تله شادمانی به من یاد داد که چطوری با خودم در ارتباط باشم، یعنی چطور با دیگران در ارتباط باشم و چطوری با خودم در ارتباط باشم. به نظر من اینم خیلی چیز مهمیه، یعنی شما یاد بگیری که آقا من خودم با خودم وقتی بخوام بشینم صحبت کنم باید چطوری با خودم در ارتباط باشم، چه جوری میتونم 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه بشینم و با خودم قدم بزنم بدون اینکه چیزی تو گوشم باشه، بدون اینکه دیسترکشنی دور بر من باشه. من خودم با خودم چه ارتباطی میتونم داشته باشم. چیز جالبی، جمله جالبی که داشت و من خیلی دوست داشتم این بود که گفتش که بذار پیداش کنم. این کتاب کلا خیلی جملات قشنگی داره و خیلی تمرین‌های خوبی داره که آدم بتونه با خودش انجام بده. به نظر من خیلی واسه توسعه فردی خوبه، بتونستم پیداش کنم. ولی جملهش این بودش که اگه شادمانی همیشه لذت بردن باشه، احتمالاً باید معتادا خوشبخت‌ترین انسان‌های رو زمین می بودن. ولی خب نیستن. همیشه دنبال لذت و شادی دویدن قرار نیستش به شما خوشبختی تزریق کنه و این به نظر من خیلی چیز مهمیه که آقا فقط تنها حس دنیا شادی و خوشبختی نیست و شاید این یه تله است که ما احساس میکنیم که باید همیشه شاد باشیم. شاید خوشبختی حقیقی تو درک همه حالای مختلف و رنگی نه فقط شادمانی و پذیرششونه و چطوری گرفتن باشون تعامل کردنه. من این کتابو خیلی دوست داشتم و به نظر من کاش تو مدرسه ها این دوتا رو درس میدادن. کاش. از این یه کتاب دیگه هم که خوندم، کتاب زندگی نامه کاتالین کاریکو هسته. این آدم یه ریسرچر بوده و مثلا تا 60 سالگیش فکر میکردن ریسرچش در این حد
کم اهمیته که بهش حتی پوزیشن استادی تو اون دانشگاهی که بود نداده بودن و این آدم کسی هستش که ریسرچش پشتوانه mRNA واکسینا بوده که واکسنایی هستن که کووید رو درمان کردن. یعنی مثلا شما سوپر هیرو اگه مثلا تو زندگیتون هست که داره زمین رو نجات میده، احتمالا این آدم یه سوپر هیرو واقعی هستش و تا 60 سالگیش اپریشیت نشده بود، کسی قدرش رو نمیدونست و دنیا رو نجات داد. اصلا بی‌نظیر بود. من کیف کردم از گوش دادن کتاب صوتی اتوبایوگرافیش. خودشون برای خودشون بایوگرافی شخصشون رو نوشتن، فوق‌العاده بودش. کتابای دیگه هم خوندم مثل دوز افکت، قهرمان هزار چهره، unbearable light of being. اون کتاب من خیلی حال نکردم باشه. هنر ظریف بیخیالی. اینا کتابای جالبی بودن ولی خب چیز خاصی ندارم. عین عاشقی از حسین وحدانی، همه رو گفتم دیگه. آره این کتابا رو خوندم. این کتابای جالبی امسال خوندین رو من معرفی کنین. یه کتابم خوندم Wherever you go there you are, mindfulness meditation in everyday life. اینم جالب بود. تأثیر مدیتیشن بر بدن و روح انسان بود و به نظر من خیلی خیلی خوب بودش. من خیلی کیف کردم. این از این. بهم بگین این کتابی رو از چیزایی که گفتم و خوندین و دوست داشتین، یا اگه میدونین چطوری میشه یک آدم از ادبیات روسیه لذت ببره. نمیدونم، من شاید یه روزی بزرگتر شدم لذت ببرم. هنوز بزرگ نشم به کافی که لذت ببرم. امیدوارم کلی کتابای قشنگ بخونین. امیدوارم 2023 خیلی سال خوبی 2026 سال خیلی خوبی برای همتون باشه و کلی کتابای قشنگ بخونین، کلی تجربه جدید بکنین، کلی آدمای خوب دور براتون باشن، بدون از کلی اتفاقهای منفی باشید و پر از نور و شادی و برکت باشه ان شاء الله. اینو میخواستم بگم و یادم رفت، این بودش که من امسال یه پادکستی رو گوش دادم که خیلی زندگیمو عوض کرد. واقعا میگم، یعنی جدی دارم میگم، در حد که مثلا من رفتم کلن یک سفری تنهایی فقط واسه اینکه انقدر این پادکست رو من تاثیر گذاشته بود، به اسم صوفیز هارت بای امید صافی. یه استاد دانشگاهی هستن تو آمریکا که خانوادهشون اصالتا ایرانی هستن و این کانتنت با اینکه به زبان انگلیسیه شاید یکی از بهترین کانتنت هایی هستش در مورد مولانا که من شنیدم. فوق العاده است. یعنی ببین راجع به صوفیزم و میستیسم هستش، میستیسم در مورد صوفیگری هست و خب شاید معروفترین صوفی دنیا هم مولانا باشه. در این حد رو من تاثیر گذاشت که من چند روزی رفتم قونیه و واقعا شاید یکی از بهترین سفرهای زندگیم بود. یعنی من تنها خیلی سفر کردم، از نیویورک تا مثلا تایپه رو من تنها سفر کردم، اما قونیه شاید قشنگترین جایی بود که من با اعماق وجودم احساسش کردم. حتما گوشش بدین. صوفیز هارت تو اسپاتیفای من معمولا گوش میدم و نمیدونم کلمه چی باید پیدا کنم. واقعا قشنگه.